5 تا نشونه بهت میگم که مشخص میکنن زندگی داره وارد مرحله جدیدی میشه، داری وارد رشد و پیشرفت جدیدی میشی. نکته اول، خیلی چیزا ممکنه خراب بشن، مشکلاتی پیش میاد، ولی خراب شدن نیست بلکه یک چینش جدید هست. باید یه سری چیزا رو از دست بدی چون چیزهای جدیدی دارن برای تو ساخته میشن. مرحله دوم، احساس میکنی گیر کردی، در یک بنبستی افتادی که هیچ راهی به جلو نیست، به درماندگی کامل میرسی. اینجا نظام هستی به تو رها کردن رو میآموزه. فکر نکنی که همه چیز در کنترل تو بوده، بلکه کس دیگه ایه که داره اتفاقات بزرگ رو برای تو رقم میزنه. اینجا از تو میخواد که تسلیم بشی. مرحله سوم، با زخم‌ها و کمبودهای قدیمیت باید روبرو بشی. ممکنه ترس‌هایی باشن، ممکنه یک سری وابستگی‌ها باشن، باید از اونها خالی بشی وگرنه نمیتونی بری بالا. مرحله چهارم، خیلی ها رو از دست میدی. دوست، آشنا، اطرافت خلوت میشه. ممکنه پارتنر تو از دست بدی چون فقط با تو قدیمی همخوان بودن، با تو جدید تو اصلا همخوانی ندارن. و در مرحله پنجم، خیالت راحته. در همه این شلوغی، در همه این بی‌نظمی ها به نظر نظم میبینی. خیالت راحته که همه چیز داره به نفع من میره جلو. خیالت راحته که تو در مراقبتی. با همه مسائل ته دلت کاملا روشن، خودت هم نمیدونی از کجا. برای من نیست که تو الان توی کدوم مرحله‌ای و من راهنماییت میکنم.